اول آوردن اطفال زیر سن 4 سال جدا معذرت میخوایم. دوم وقتی که خانه ما آمدین بوتایتان چبلیتان هر چی که دارین که خود در پلاستیک اندازین ایتونه که خوشمون بیاد ما به خود بگیریم. در وقت خوردن میوه خشک فقط میتونین کشمش و نخود استفاده کنین و از بین کشمش و نخود فقط یک انتخاب کنین میتونین. بادام، پسته، چاکلیت اینا همش به خاطر دیزاین است. چهارم چای یا آب یک فقط میتونین انتخاب کنین. نمیشه برای چای بیاره بود بگیم میشه گلاس آب بیاری. پنجم که گفتیم چطور هستین بگوین خوب هستین. زیاد توضیحات ندین که فلان کی چطور شد بستان کی چطور شد. ششم در وقت برآمدن اشتکای خانه ما رو میبینین حتما برشیدی میتین دیگه. و بیچاره کاخو میشرمن میگن نه کاکا نمیگیرم نه خاله نمیگیرم. خیر ایدی رو به ما بتین. تو چی میگه؟ هفتم در وقت برآمدن خو ما بیزو برتون میگیم که وقت نان است، نان شب است، نان چاشت است. ایتو نشوه که باشین. فهمیدین؟ خوش آمدین.